سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا سوال: آیا بار فکر کرده ای که چرا صحیفه های اینترنتی بی پول هستند؟ جواب: هر وقت که پولی مال و یا خدمت رسانی را نسپاریدی، پس بدان که خودی تو مال هستی. پس تو در این کار آگاه باش و فکر بکن. تلفن دستی از جمله بارهای سبک دنیا به حساب می رود، ولکن در نوبت خود می تواند که در آخرت هم از روی وزن و هم از روی گناه از جمله یکی از وزنین ترین چیزها باشد. پس ما باید او را خوب استفاده ببریم. تنها یک عباره و یا سخن است که چیزهای زیادی را خلاصه می کند. همه ای صحیفه های اینترنتی به مثل گوگل، فیسبوک، واتساپ، وایبر، ادنکلسنیکی، تویتر و غیره مانند بحر چقور پرتلاطم هستند که مردم زیاد در آن اخلاق خود را از دست داده اند. از کودک سر کرده تا جوانان و پیرانسالان را موجهای پرتلاطم این بحر همه را فرو برده است و حتی شرم و حیای دختران را نیز فرو برده است. مردم زیاد در این بحر چقور پرتلاطم هلاک شده اند. ای خواننده عزیز، پس تو باید با حذر و هوشیار باشی. تو باید مانند زنبور عسل باشی. تنها به آن صحیفه های داخل بشو که اول به خود و دوم به دیگران فایده برسانی. این دو حدیث صحیح پیامبر را همیشه در مد نظر خیش قرار بده. دلالت کننده به عمل خیر مانند عمل کننده آن است. اگرچند که یک آیت هم باشد از نام من به مردم برسانید. ای خواننده عزیز، پس تو باید مانند پشه نباشی، چون پشه در بالای همه چیز چه خوب باشد چه بد می نشیند. تو نیز به مانند پشه به تمام آن صحیفه های فحش و فساد داخل مشو تا خود بخبر به بیماری گرفتار شده و سبب بیماری دیگران نیز نگردی. اینترنت به مانند بازار بزرگ است که کسی مال خود را بی پول پیشکش مردم نمی کند. همه می خواهند که در عوض مال خود چیزی بگیرند. شخصانی هستند که می خواهند بر عوض مال خود اخلاق مردم را فساد بکنند. شخصانی هستند که می خواهند بر عوض مال خود فهمش شبهناک و پوچ و خالی خود را پیشکش بکنند. شخصانی هستند که می خواهند بر عوض مال خود شهرت کسب کنند. شخصانی هستند که می خواهند بر عوض مال خود فایده برای دیگران برسانند. پس ای خواننده عزیز، هنگام اختیار مال باید مال را خوب از نظر بگذرانی و مال را اختیار بکنی که هم خود و هم به دیگران فایده برسانی. از خداوند دعا دارم که تو را از زمره شخصانی که مانند زنبور عسل هستند بگرداند و از پشه صفتان نگاه بدارد. صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي. خداوندا همه ما را به راه راست هدایت بفرما و احسن الخاتمه برای ما نصیب بگردان. سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح.